درود به همه شما، شب و روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز داریم میریم یک کنسرت بسیار عالی و بی‌نظیر، کنسرت شخصی که میدونم خیلی از ایرانی‌ها فنش هستن و همینطور خیلی از مردم دنیا عاشق کاراشن. کنسرت جناب آقای هانس زیمر بزرگ. درست پارسال همین موقع توی سپتامبر بود که ما کنسرت هانس زیمر رو برای بار اول رفتیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید بالای صفحه براتون لینکش رو میذارم و میتونید ببینید. و امروز ما دوباره داریم میریم کنسرت آقای هانس زیمر با یک تفاوت. اسم این تور ورد آف هانس زیمر. رهبر این کار آقای مت دانکلی بزرگ، یکی از همکاران خیلی قدیمی آقای هانس زیمر، و امشب تمام کارهای آقای هانس زیمر رو اجرا میکنن. امیدوارم که باز به ما اجازه بدن ما دوربین حرفه‌ایمون رو ببریم تو سالن، چون معمولا توی اینجور کنسرت ها فقط اجازه میدن که با موبایل فیلم برداری و عکس برداری بکنیم. حالا ما ببینیم یه ترفندی میتونیم بزنیم که دوربینمون رو ببریم توی سالن که بتونم یه کیفیت عالی براتون ولاگ تهیه بکنم یا نه. پس بریم. ساعت 6:30 کنسرت ساعت 7 شروع میشه و ما باید سریع خودمون رو برسونیم. ما توی ترافیک بسیار سنگینی گیر کردیم. اینجا تازه صف پارکینگه، تقریبا چند کیلومتر صف پارکینگ ادامه داشت، چون این استادیومی که قرار توش کنسرت برگزار بشه 17,000 نفر جمعیت تقریبا توش جا میگیره و این حجم از ماشین قاعدتا باید بره توی پارکینگ و ساعت 7 قرار شروع بشه و الان 5 دقیقه 7. امیدوارم امشب فقط سر تایم شروع نشه. حالا باید با عجله بریم که برسیم تو سالن. یه نکته هم بگم بهتون، تیم آقای هانس زیمر برای کسانی که بلیت VIP رو گرفته بودن قبل از کنسرت یه هدیه‌ای میفرسته یادگاری، یه کیفه که حالا اسم برند روشه و همینطور دوتا هم ماگ بر ما فرستادن که باز هم لوگوی خود آقای هانس زیمر. این به عنوان یادگاری و هدیه برای کسانی که بلیت رو تهیه کردن ارسال میکنه. این هم گربه منه، مایا خانم. خب ما بالاخره به سالن رسیدیم بعد از ترافیک فراوان و تا چند دقیقه دیگه کنسرت شروع میشه. من گفتم یه اطلاعات کوچیکی به شما بدم. یکی از سالن‌های خیلی معروف شهر آتلانتاس اینجا و سال قبل هم خود هانس زیمر جای کنسرت بزرگ برگزار کرد که من اومدم اینجا و ویدیوش توی کانال من هست و میتونید اون ویدیو رو هم مشاهده بکنید. و این کنسرت یه فصل تازه‌ایه در فعالیت‌های کاری هانس زیمر که او از سر تا سر دنیا نوازنده های مختلفی رو دور هم جمع کرده و زیر برند خودش دارن برای او کار میکنن. در کنسرت امشب خودش حضور نداره، ولی یک تیم بسیار قوی با یک رهبر ارکستر بسیار قوی تمام آثار او رو میخوان اجرا بکنن. و توی سالن اگر دقت کنید این پوستر کاره The World of Hans Zimmer و اینجا هم تمام تیشرت ها و صفحه گرام و تمام اکسسوری هایی که برای خود برند هانس زیمره اینجا به فروش میره که اصلا هم ارزون نیست. یک تیشرتش فقط $40 قیمتشه و اینجا میبینید که مردم صف کشیدن و میخوان این محصولات رو بخرن به عنوان یادگاری. حالا در ادامه با من همراه باشید، بیایم بریم توی سالن و ببینیم امشب آقای هانس زیمر باز هم با تیم قویش میتونه ما رو سورپرایز کنه یا نه. جای همه شما خالی. Ladies and gentlemen, here he is. So, ladies and gentlemen, we're going to
take you on a journey this evening through 40 years of Hans Zimmer's incredible film music. I've worked with Hans for over 20 years, but nearly always in the studio, so it's such a joy to perform his music live. We are 60 musicians on this stage from 18 different countries, so truly we're a kind of United Nations of music. And I think in these troubled times there's something so powerful about being united together to enjoy our love of... Oi, Matt Dunkley! Hello. Me, up here. Hi. I'm really sorry, but I promised my girlfriend that I would take her out for dinner later. Right. Can we just maybe, perhaps, get to the next piece of music? Sure. Especially because you and I, we both like it. It's driving us crazy. Yep. And I know your words are beautiful. Beautiful, from the heart. What a soul. But let's go and play some music. Let's do it. درود مجدد. پارت اول کنسرت آقای هانس زیمر تموم شد و یه 20 دقیقه آنتراک دادن که مردم استراحت بکنن. بسیار عالی، همه چی در حد بالا، نورپردازی بی‌نظیر، صدا برداری عالی و بیش از 60 نوازنده از ملیت‌های مختلف در حال اجرا هستند تمام آثار آقای هانس زیمر رو. فقط جای خودش خیلی
خالی اون انرژی و شخصیت کاریزماتیک که داره، ولی متاسفانه امروز اینجا نیست و از قبل یه سری تصاویر رو آماده کرده و روی اسکرین میندازن و با مردم و نوازنده ها صحبت میکنه. همونطوری که میبینید پشت سر من این سالن تقریبا 16-17 هزار نفر جمعیت داره که الان مردم دارن استراحت میکنن و آماده میشن برای پارت دوم. پس ما هم منتظریم. با من در ادامه ولاگ همراه باشید و امیدوارم که روزی همه شما این لذت بی‌نظیر رو تجربه بکنید. Well done, musicians. Really great. I mean, it just sounded fantastic. Now that we get to the end of the show, I'm actually going, I want to hear some more. Do you have anything else tucked away? Yeah, so we haven't done anything. Holiday, Rain Man, Boss Baby, I'd rather do one about Birds, Sparrow, what about it? I think they might have guessed. Go for it. Do it. Make a noise. Captain.
جای همه شما خالی. فوق‌العاده بود، حسابی کیف کردیم و من متوجه شدم که آقای هانس زیمر The World of هانس زیمر رو زده برای اینکه از سر تا سر دنیا نوازنده‌های مختلف رو با فرهنگ‌ها و کالچرهای مختلف بتونه دور همدیگه جمع بکنه زیر برند خودش. و امشب ما شاهد این بودیم که از تمام ملیت‌ها و قوم‌ها دور هم جمع شدن به عنوان نوازنده و این اجرای بی‌نظیر رو برای ما اجرا کردن. امیدوارم شما هم قسمت بشه که در این کنسرت‌ها مخصوصا در مملکت خودمون روزی بتونیم در کنار هم دیگه با هم شرکت بکنیم. تا کنسرت بعدی و بلاگ بعدی، بدرود.